به نام خدا. امروز قراره یک آزمایش فیزیک در مورد بحث تعادل انجام بدیم. همونطور که توی شکل میبینید ما یک قاشق و یک چنگال رو اینطوری به هم وصل کردیم و با استفاده از یک لیوان و یک عدد چوب کبریت آزمایش رو انجام میدیم، به این صورت که چوب کبریت رو از درز چنگال عبور میدیم و طوری تنظیم میکنیم تا به حال تعادل قرار بگیرن. این فرمی که میبینید الان همینطور که میبینید برنده نیروها صفره، چون مرکز صفر افتاده اینجا، مرکز جمع و تعادل برقرار شده. حالا ما اگر این چوب کبریت رو آتیش بزنیم باز میبینیم که اتفاق خاصی نمیفته. خب حالا میبینیم که با برداشتن لیوان تعادل به هم نمیخوره و همچنان ما شاهد برقراری این تعادل خواهیم بود. همه دانش آموزان و دانشجویان میتونن خیلی راحت این آزمایش رو در منزل انجام بدن و به یکی از مهمترین قوانین فیزیک پی ببرن. با تشکر از همگی شما، خدا نگهدار.